العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله خالقنا العظيم. در درس گذشته و درس‌های گذشته معمولاً اسلوب قرآن کریم به همین ترتیب هست که پس از ذکر دلایل خلقت آسمان و زمین، خلقت جنتها و به همین ترتیب نعماتی که الله متعال جل و علا برای انسان آفریده، تمام اینا را قرآن کریم به تفصیل ذکر میکنه و چالش های را هم برای کفار و برای کسانی که در حقانیت قرآن کریم شبهه دارن، شک دارن، برای اونا چالش های را هم میته. یعنی طلبشان میکنه به استدلال، به ثابت کردن ای که اگر قرآن کتاب آسمانی نیست، اگر رسول کریم صلی الله علیه و سلم پیامبر خاتم نیست یا فرستاده بر حق الله متعال نیست، شما دلایل بیاورین. کفار عاجز میمانند. باز الله متعال جل و علا نعمات خود را به عنوان احسانی که خداوند متعال با انسانها کرده، با بشر کرده، باز هم یاد میکنه. در اینجا هم پس از این که قرآن کریم بیان میکنه که کسان بر امثله قرآنی با امثال قرآن هدایت میشوند و کسان هم با ذکر امثال قرآنی گمراه میشوند و گمراه نمیشوند مگر گروهی که فساق هستند، از دین و از شریعت خروج کرده اند. صفاتشان هم بیان میکنه: الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله. قطع امر الله متعال را میکنن، نقض میثاق و وعده ای را که با خدا کردن در روز الست نقض او را میکنن. اینا از جمله زیانکاران هستند. نعمات خود را خدا بیان میکنه جل و علا. بعد میگه که خب با وجود تمام همین نعمات، با وجود تمام امی به اصطلاح احساناتی که الله متعال بر انسان کرده، باز هم شما کفر میورزین. کیف تکفرون بالله؟ کیف سوال از حال کفار است. حال است که شما از ناز و نعمت الهی استفاده میکنین. حال ای هست که شما از نیست هست شدین، زندگی با ناز و نعمت دارین، اما کفر میورزین. از حالشان قرآن کریم و الله متعال جل و علا میپرسه. یا گاهی هم سوال کیفه برای سرزنش است. چطور کافر میشین شما در حالی که مرده بودین، کالعدم بودین، شما را پروردگار حیات بخشید؟ مثل که یک کسی را بگویی که پدرت چطور دشنام میدی، در حالی که حق پدر بالای فرزند به نهایت زیاد است. یا مادرت چطور دشنام میدی، یا استادت چطور دشنام میدی. این کیفه به همی نسبت است.
یا ای کیفه بر تعجیب هست، یعنی عجب است که شما از ناز و نعمت الهی استفاده میکنین ولی در مقابل این ناز و نعمت هیچ گونه تمکین هم ندارین و کفر میورزین. این بر تعجیب است. قرآن میگه کیف تکفرون بالله، چطور به الله متعال کفر میورزین و کنتم امواتا، در حالی که شما اموات بودین، مرده بودین. چیزی به عنوان احمد یا محمود یا مقصود یا رفیع یا کریم وجود نداشت. درست؟ فاحیاکم، الله متعال شما را زنده گردانید. این دو موت و دو حیاتی که در این آیه مبارکه تذکر رفته به خاطر عزیز که عقل انسان و عقل بشر این را درک کرده میتونه. ما نیست بودیم، درست؟ خداوند ما را هست کرد. در نیستی ما این هم ثابت نبود که در پشت پدر کدام اسپرم ما بودیم، درست؟ این هم ثابت نبود. و از هیچ کسی و از هیچ فردی، نه از زن نه از مرد، این ثابت نیست که کدام اسپرم باعث از این میشه که کدام رقم یا کدام شکل یا کدام صورت یا به کدام هیکل یک انسان از این اسپرم به وجود میاد. چرا؟ با خروج منی به میلیون ها اسپرم طب امروزی ثابت کرده که از بین میمیره. صرف همون یک اسپرمی که قابلیت القا داره و سرعتش بیشتر بوده، او با همون تخمه که از خانم است، از زن هست، در رحمش او القا میشه. این هم ثابت نیست که این اسپرم کدام اسپرم است و او اومی که اصطلاح طبیش اوم است، تخمه زن است، این کدام تخمه هست که باز مثل ما یک انسان با همین هیکل و با همین صورت به وجود میاد. یا اموات به این معناست که این ثابت نیست که خب از کدام سرزمین کدام آب و نانی را یا کدام غذای را پدر خورده و مادر خورده که از او بازی تخمه تولید شده، بعد از او تخمه انسان به وجود آمده. در زمین بذر است، پاشیده هست تا ای که یک انسان از او غذا نوش جان میکنه، از او بالاخره تخم تولید میشه، او تخم بعد در رحم یک همسر القا میشه، بعد از القای از او بازو تشکیل زایگوت میکنه، آهسته آهسته بازو به مرحله میرسه که پروردگار عالم در او روح میدمه، بعد از او هم مدتی را در رحم مادر سپری میکنه تا ای که او طفل چی میشه؟ به دنیا میآید. حقیقت همی هست که و کنتم امواتا، شما مرده بودین، یعنی هستی از شما وجود نداشت. خب در این قضیه خلق کردن از عدم، از نیستی، با دلایل قرآنی ثابت است. اما مرگی که پس از خلقت صورت میگیره، این با حس و مشاهده صورت میگیره. ما نیست بودیم، پروردگار ما را هست کرد. 9 ماه یا 10 ماه در رحم مادر بودیم، پس از او به دنیا آمدیم، یک عمری را در اینجا سپری میکنیم. اون نیستی ما بر ما کل عدم بود، ولی وقت زنده هستیم، جسم داریم، میگردیم، میخوریم، میپوشیم، مینوشیم، میآموزیم، کار میکنیم. پس از این وقت میمیریم، امی میراندن ما هم مربوط خدا هست. درست؟ فاحیاکم، پس از این موتی که ما نیست هستیم، خداوند ما را احیا میکنه. ثم یمیتکم، بعد از یک مدت پروردگار ما را میمیرانه. این میراندن هم در اختیار ما نیست، پروردگار ما را میمیرانه. این میراندن بحث حس و مشاهده هست. میبینیم که احمد محمود مقصود فوت شد، اشتراک میکنیم در جنازش. یا هزاران انسانی که در دنیا که از اهل اسلام نیستن، به خدای واحد ایمان ندارن، اونا هم میمیرن. ما مشاهده میکنیم فلانی پادشاه از فلان مملکت مرد، فلانی مثلا وزیر از فلان مملکت مرد، فلانی تاجر و سرمایه‌دار و پیشور مرد، فلان عالم و فلان دانشمند، فلان فیلسوف مرد. درست؟
از این امرم هیچ کسی انکار کردن نمیتونه که مرگ آمدنی هست و مرگم پروردگار عالم میگه که الذی خلق الموت والحیات. پروردگار ذاتی هست که مرگ هم آفریده، حیات را هم آفریده. ماده حیات هم مخلوق است، ماده موت هم مخلوق است. پس ثم یمیتکم ثم یحییکم، پس از این مرگ باز خداوند شما را زنده میگردانه. اول نیستی بود، بعد هستی شد، بعد نیستی میشه که نیستی مطلق نیست. را متوجه باشین. انسان هایی که میمیرن یا با تصادم موتر یا به زیر لحاف یا به شهادت یا از بام میفتن، به هر ترتیبی که از دنیا میروند، این مرگ ابدی نیست، بلکه نظر به حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم انتقال از یک دار به دار دیگر هست. قبر دوستان عزیز، قبر برزخ میگن. برزخ به این معنا که یک صفحه از طرف دنیا هست، یک صفحهش طرف آخرت هست. یک عده از فرق باطل اونا معتقد هستند که پس از این که انسان میمیره در قبر عذاب، عتاب، نعمت، هیچ چیزی وجود نداره. معتزله هم به این عقیده بود، بعضی از پنجپیری ها هم به این عقیده هستند. من جمله یک کسر مفتی منیر شاکر میگن، شاید شنیده باشین گپاش. او منکر است از عذاب قبر. دلیلشان امی آیه مبارک است، دیگه دلیل ندارن. اونا میگن که خب در اینجا دو حیات و دو موت در قرآن ذکر شده، ما نبودیم، ما را خداوند زنده گردانید، پس میمیرانه. بعد ثم یحییکم که میگه اونمو حیات است که سور اسرافیل علیه السلام پف میشه، دمیده میشه و انسان ها زنده میشن و میرن به میدان حشر. درست؟ اینمی ثابت است در قرآن کریم. این حیات برزخی وجود نداره، در قبر حیات وجود نداره، در حالی که بسیاری از احادیث وجود داره. انبیا، احادیث وجود داره که انبیا در قبور خود زنده هستند. به حیات شهدا آیات قرآن کریم وارد است. در یک جای ولکن لا تشعرون میایه، در دیگه جای چه میایه؟ عند ربهم یرزقون میایه. بل احیاء عند ربهم یرزقون میایه. فرحین بما آتاهم الله. این فرحین بما آتاهم الله همین بحث برزخ است. خب پس اگر انکار مطلق است، به این باور هستند معتزلی ها و امثال منیر شاکر و اینا. فتنه ها در آخر زمان همین رقم زیاد میشه. همین که رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ستفترق امتی علی 73 فرقه كلهم في النار الا الناجیه، و کما قال صلی الله علیه و سلم، که عبارت اشتباه نشوه، که امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 73 فرقه میشه. تمام اینا جهنمی، یک دسته و یک فرقه، یک فریق به جنت میره که او ما انا علیه و اصحابی که میگه همین اهل سنت هست. کسانی است که بر منهج قرآن و بر منهج احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم با همین دو منهج روان هستند. اینا اهل سنت هست، در هر جایی که باشن، پیرو هر مذهبی که باشن. اینا بحث اینجاست که اینا وقتی از این انکار میکنه که در اونجا حیات نیست، اینا میآین میگن که فقط سؤال نکیر و منکر ما میپذیریم و این حیات از این هم با ثابت نمیتونن کرده. پس در اینجا وقت دو حیات و دو موت قرآن کریم ذکر میکنه، به خاطر معقول بودن از این برای ما و شما هست. این برای ما معقول است که ما نبودیم. درست؟ همگی باور داریم که ما نبودیم دیگه. کسایی که ازدواج نکرده هنوز نمیفهمه که ما چند بچه و چند دختر دارم. میفهمه کسی؟ نمیفهمه. حتی همو همسرش فکر کرده میتونه که کی خواد بود، او یگان تا که انتخاب میکنه پیش از پیش، امورم باور نداره که آیا امور میشه یا نمیشه. بعضی کسا هست یگان همسر برای خود انتخاب میکنه، با او یگان چکر و پایین و بالا رفت و گشت و نشست و برخاست دیگه پا،
باز بالاخره همون نمیشه برش. خب نصیبش البته نیست، به همون نکاش به همون عقد نشده یا زده قلم زده نشده. بنابراین این را آدم نمیفهمه. چه رسه به یک آدم بفهمه که چه اولاد به دنیا میاره یا چه اولاد به دنیا نمیاره. عقیم میمانه، هم اولاداش پسر است یا هم اولاداش دختر است. این را نمیفهمه. پس وقتی آدم این را نمیفهمه به این معتقد است که نیستیم، نبودیم. ما هم نبودیم، اولادی که از ما میرویه هم هنوز نیست. درست؟ پس از این به دنیا میآید. این یک موت، یک حیات. بعد از این باز بعد از یک انقضای یک مدت باز میمیریم. بعد از این باز حیات زنده میشیم که حشر است و نشر است. این هم بحث عقیده هست ولی معقول است برای ما. اما حیات برزخی را که قرآن میگه ولکن لا تشعرون، بل احیاء ولکن لا تشعرون، در حق شهدا میگه که زنده هستند در قبر خود ولی شما نمیدانین. المؤمنون لا یموتون بل ینقلون من دار الی دار. یا احادیث دیگه در بسیار شاهدای زیادی وجود داره. مرگ برای مؤمن فنای مطلق نیست، از بین رفتن مطلق نیست، بلکه از یک دار انتقال میشه به یک دار دیگه. اونجا حساب است، اونجا عتاب است، اونجا عذاب است، اونجا نعیم است. درست؟ همه چیز در قبر برش از امو علیین یا از سجین برش میرسه. مثال میتن که حیاتی که در برزخ یک کسی داره، مثال از این داره که یک کسی از آینه در آینه آفتاب میگیره و نور آفتاب در یک جای مندازه. تماس روح با جسم به همین ترتیب نباشه تا اینکه عذاب چشیده بتونه یا نعمت چشیده بتونه. خب کسایی که بحث دایی میکنن که این نماز القا میکنیم القای مصنوعی نه، یک تعداد میرن هند و یک تعداد میرن پاکستان و یک تعداد میرن به کشورهای دیگه که القای مصنوعی صورت میگیره و اونا را نام میمانن پسران القایی. اصل سوال دایی هست که امی القای را که میکنن یک اسپرم میگیرن با یک اوام این را القا میکنن، پرورش میتن، بعد در رحم یک زن مندازن تا ای که در اونجا رحم در اونجا پرورش بکنن. این خلق نیست. این خلق کردن نیست که اطبای امروز بگویه که ما این انسان خلق میکنیم، انسان میآفرینیم. این خلق نیست، بلکه به این باید بیاندیشن که امی اسپرم یا امی اوام، امی تخمه که در زن وجود داره، این کی آفریده؟ اگر کسی امی فکر بکنه پای میبره به این که خالق وجود داره، پای میبره به این که مدبر وجود داره، پای میبره به این که ما نیستیم، یک ذات هست که ما را خلق کرده، یک ذات هست که ما را نیست میکنه. خب ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، بعد به جانب پروردگار عالم جل و علا رجوع میکنه. اگر یک چیز موجود باشه خلق شوه یک بار، شما از روی یک چیز ساخته شده بسیار زود میتونین که یک چیز دیگه جور کنین. یک چیز جور باشه این خراب شوه پس بسیار زود جور میشه نه؟ اما وقتی یک چیز اصلا وجود نداره جور میشه این بسیار سخت است. این را ابداع میگن نه؟ یا اکتشاف میگن. چیزی وجود نداره شما یک چیزی را کشف میکنین. ولی اگر یک چیزی وجود داره بعد از او از بین میره دوباره شما او را میسازن، این آسان است. قرآن هم میگه که خلق شما یعنی بعث شما یا دوباره ایجاد کردن شما، دوباره خلق کردن شما و پیشگاه پروردگار خیلی آسان است نسبت به این که شما نبودین و شما را خلق کرد. ثم الیه ترجعون، بعد از این و پیشگاه پروردگار عالم جل و علا شما می روین. این یک مثال از عالم صغیر بود. صوفیه کرام انسان عالم صغیر میگن. درست؟ چرا که در عالم صغیر در وجود انسان هم باد است، خواص بادی هست، هم خواص خاکی هست، هم خواص آتشی هست که عبارت از انرژی هست و هم خواص آبی هست. هم زمین هم سه شاب است. همینطور ما خوانده بودیم سابقا. یک سهش خشکه است. همینطور است نه؟ انسان هم همینطور است خلقتش. انسان اگر شما بگذارین که خشک شوه، امیال نجیب الله هم داری. نجیب جان امیال شاید 99 100 کیلو شاید باشی، 110 کیلو.
یعنی من یک وقت 98 یا 96 کیلو هستم. همین خودم مثال بتونم، همین 96 کیلو من اگر شما خشک بکنین شاید من یک 20 کیلو شوم. دیگه 70 کیلوی من مکمل یا 60 کیلوی من چی است؟ آب بوده، او خشک شد رفت. پس سه بدن انسان هم آب است، یک سه از این خشکه هست. دنیا هم همین ترتیب است. این انسان عالم صغیر شد و دنیا چی شد؟ کل دنیا با همین کلیتش عالم کبیر شد. وقتی از عالم صغیر مثال داد بعد به عالم کبیر میاد. چند دقیقه مونده شد، وقت زیاد نگیریم. میگه هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا. وقتی که شما به این خدا کفر میورزین که شما نبودین، شما را خلق کرد، باز شما را میران، باز شما را زنده میگردانه، به این خدا کفر میورزین. خدایی که خلق لكم ما فی الارض جمیعا، برای شما در زمین تمام چیزهایی را خلق کرد. تمام چیزهایی که در زمین موجود هست او را برای شما خلق کرده. سنگ به نفعتان است، چوب به نفعتان است، آب به نفعتان است، اکسیژن هوا به نفعتان است، انرژی که در زمین وجود داره، غازاتی که وجود داره به نفعتان است، معادنی که در زیر زمین وجود داره به نفعتان است، آفتاب به نفعتان است، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نان به کف آری و به غفلت نخوری. همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. نظام شمسی یعنی سرگردانی است. هر روز آفتاب میخیزه پس غروب میکنه، میخیزه غروب میکنه. مهتاب به همین ترتیب، نظام شمسی به همین ترتیب. زمین خودش به محور خودش چرخش داره. برای شما دوران شب و روز که به وجود میایه، یا بر محور آفتاب که خودش حرکت چی میگن نورا انتقالی خود میکنه. این حرکتش از این بالاخره فصول سال به وجود میایه. کل از این به خاطر چی است؟ همه سرگشته و همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. شرط انصاف نیست که تو نافرمان باشی، از خدا منکر باشی. یک سجده خدا سرت حق داره، در 5 وقت نماز امی 5 وقت سجده را که از تو خدا میطلبه امیرم نکنی. یک ماه رمضانش است امیرم نگیری. با بنده هایش احسان است ایرم نکنی. حلالم نخوری. قرآن میگه که هو الذی خلق لكم ما فی الارض، در زمین چیزی که هست برای شما خلق شده، ولی ترتیب استفادهش قرآن براتون یاد داده که کلوا ما فی الارض حلالا. چیزی که در زمین برای شما حلال است بخورین. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتان در بینتان به باطل نخورین. حق همدیگرتان نخورین، مال همدیگرتان نخورین. خب این خلقتی که در زمین هم شده، در این هم خیلی بحث وجود داره. دانه گندم است، شما به زمین میپاشین، یک خوشه میکنه، 7 خوشه یک گندم میگیره، در خوشش چقدر دانه است چقدر میشه، عمو دانه را باز ذخیره میکنه دیقان، به سال آینده باز بذر میکنه. این نصیب دانه اصلاح شده ما چون از هند آمد و از ایران آمد از پاکستان آمد، او را بذر میکنه، باز همون گندم میکنه. به این پی ببرین که همین دانه ای که بذر میشه به امسال پارسال از این کدام بود، از او قبلش کدام بود، از او قبلش کدام بود، اولین دانه کجا بود و خالق اولین دانه کی بود؟ اولین دانه را کی آفرید؟ خدا آفرید. کل از این بحث میره پس به طرف توحید میره. در هر آیه و در کلمه خیلی بحث است. اگر آدم تفصیلی بحث بکنه وقت زیاد میگیریم. همین قدر ان شاء الله که برای امروز کفایت میکنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اهلك أعداءنا وأعداء ديننا وأعداء وطننا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وشغلهم بأبدانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اهلك اليهود والنصارى، اللهم اهلك اليهود والنصارى كهلاكة عاد وثمود. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، وصلى الله تعالى على خير.